جنگل‌های شمال ایران مملو از انواع درختانی است که هر کدام کاربرد خاصی در زندگی حاشیه‌نشینان جنگل دارند. یکی از این گونه ها درخت خرمالوی وحشی است که در گویش محلی به آن انبرا یا درخت خرمندی گفته می شود. بومیان منطقه از میوه این درخت برای پخت خوراک شیرین به نام دشا یا دوشاب بهره میبرند و چون از میوه این درخت استفاده می کنند معروف به اربا دوشاب است. خود درخت نیز نقش مهمی در پخت این خوراک دارد. تنه درخت خرمالو را به شکل ناودانی می تراشند تا میوه را داخل آن بکوبند که به آن لار می گویند. از چوب درخت کوبه می سازند برای له کردن میوه تا شیرش را به دست آورند. شاخه هایش هیزم آتش می شوند و خاکسترش را بر روی میوه له شده می پاشند تا قوام بهتری پیدا کند. از ساقش صافی می سازند و ترکه هایش دسته‌ای می شوند برای جلوگیری از طغیان تشته در حال جوش. ریشه های درخت خرمندی بسیار قوی است و سالها زیر آب دوام می آورد. به همین دلیل از این درخت برای ساخت آبراه و کومه های شکار در برکه ها و تالاب ها استفاده می کردند. تفاله و کمپوست این میوه به عنوان کود در امور باغداری استفاده می شود و دانه های آن به سرعت تجدید حیات می کنند و به چرخه طبیعت باز می گردند. به همین دلیل بومیان ارزش و احترام خاصی برای این درخت قائلند و هرگاه به درخت خرمالوی وحشی می رسند به پاس احترام می گویند انبرا ددنبرا، یعنی ای درخت خرمالو تو عموی من هستی. یا الله. با آقای خلیل سیاهی ناو همراه می شویم. او در پخت دوشاب استادکار ماهری است و این مهارت را از اجدادش به ارث برده است. وی خانواده پر جمعیتی دارد که مزیتی برای او محسوب می شود، زیرا پخت دوشاب یک کار گروهی است. آنها برای چیدن خرمالو ابتدا به سراغ درختان جنگل می روند. چیدن خرمالو از درختان بلند جنگل کار ساده نیست. سپس میوه درختان خانه و محوطش را می چینند و در سبدهای مخصوص این کار ریخته به جایگاه پخت دوشاب می برند. Vedete che mi piace, me la piace di
خدایم امیدش درخم دو شبه نبیدی مرزی بود بی بعدی مرزی بعدی بسته بشکن میوه ها را در داخل تنه درخت ناودانی شکل یا همان لار میریزند و با کمک یکدیگر شروع به کوبیدن آن میکنند. بعد از آن با لگد کردن میوه را خوب ورز میدهند و در حین آن خاکستر درخت خرمالو را که از قبل تهیه کردند بر روی میوه له شده میپاشند تا چسبندگی بهتری پیدا کنند. البته خاکستر در رنگ دوشاب هم تاثیر می‌گذارد که میزان و نحوه استفاده از آن نیز به تجربه و مهارت نیاز دارد. بعد از مدتی لگد زدن برای چند ساعت رهایش میکنند و خود به استراحت میپردازند، زیرا لگد کردن میوه کار بسیار نفسگیری است. سپس دوباره عمل ورز دادن و لگد کردن و خاکستر پاشیدن را تکرار میکنند. زمانی که تشخیص داده شد لگد کوب کردن مواد کافی است، ابتدا محتویات داخل لار را به یک سمت سوق می‌دهند و شیب ملایمی به تنه درخت می‌دهند. سپس به وسیله ترکه دراز سوراخ‌هایی در انتهای مواد انباشته شده ایجاد می‌کنند تا شیره به راحتی به انتهای لار سرازیر شود. حالا دیگر زمان انتظار است. روی مواد داخل لار را می‌پوشانند و تا فردا آن را رها می‌کنند. صبح روز بعد ابتدا شیره‌ای را که به انتهای لار سرازیر شده را به مقدار نیاز خود برای تهیه سرکه سال برمی‌دارند. به این شیره اول پاکه می‌گویند. مابقی شیره را در تشت ریخته با آب مخلوط می‌کنند و می‌جوشانند. با پاشیدن آب گرم بر روی مواد داخل لار، شیره باقی مانده در مواد نیز به پایین لار سرازیر می شود که آنها نیز به تناوب و
با تبخیر آب تشت برای جوشانده شدن اضافه می شوند. یک نفر به طور مداوم بالای سر تشت حضور دارد تا از سرریز شدن شیره‌ای در حال جوش جلوگیری کند و گاهی شعله آتش را کم و زیاد می کند. سلام علیکم. روستاییان به محل پخت دوشاب کل سر گویند که دوست و همسایه و آشنا در آنجا جمع می شود. وقتی کسی وارد جمع می شود با گفتن جمله دشا شیرین، یعنی امیدوارم دوشابت شیرین شود، به صاحب آن دلگرمی می دهند. در این جمع خبرها، قصه ها و مثل ها گفته می شوند و همگی به خنده و شوخی می پردازند و ساعات خوشی در کنار یکدیگر دارند. روستاییان به کسی که چند نفر را دور خود جمع کند میگویند فلانی کلگا باز کرده، که کنایه از سرگردان کردن مردم است. بومیان منطقه داستانهای زیادی راجع به دوشاب نقل می کنند. آقا پاشا ایخم دشا مارد دشا هرده بشا نیکی نشا آقا پاشا ایخم دشا مارد دشا هرده بشا نیکی نشا آقا پاشا ایخم دشا مارد دشا هرده بشا نیکی نشا آقا پاشا ایخم دشا مارد دشا نصفی مشا نصفی تشا هرده بشا نیکی نشا. بشا دوشابی که هیچ موقع هم از سیر نبمون. زمانی سیر ببیمون که تمام ربارن آبون دوشاب سین آبون همه پلا ادفن ما دوشابی دلکو برم، اما موقع شاید از دوشابی که سیر آبون هست. نمیگیره چه نمیگیره. بچه ها بی صبرانه منتظر خوردن دوشاب هستند که معمولاً باقی مانده و ته تشت نصیب آنها می شود. پدر بزرگ ها برایشان قاشق چوبی می سازند. بچه ها از داشتن قاشقی متفاوت بسیار لذت می برند.
عرضم حضور این دوشاب علاوه بر تأمین غذایی مایحتاج مردم این منطقه بعد خواص‌های دیگری هم دارد و تجارت هم میشد. بیشتر آذریه‌های همجوار می آمدن با کاروان با احشام با خیک این دوشاب را می بردن خلخال اونجا مصرف میکردن. بعضی از چوپانا هم می آمدن علاوه بر مصرف که می گرفتن خواص دارویی هم داره. این دوشاب را احشامی که انگل داشت در گلویش می ریختند و بعد اون احشام اونها به وسیله همین دارو و همین دوشاب برطرف می شد. يلا سفر بقدر يا جل يلا تاكل سفر شو بدنا سلام خستون سلام عليكم سلام عليكم چشمنده. زمانی که جوشیدن شیره به پایان برسد 2 نفر باید با چشیدن طعم و غلظت آن را تایید کنند که غلیظ یا رقیق و یا تلخ نشود. دای برده چوسی گوی دای برده. پس از پایان کار ادوات دوشاپزی را به جایگاه خود میبرند تا سال آینده مجدداً به کار گرفته شود. دوشاب آماده شده و حالا نوبت تقسیم کردن آن است. ایلم دون رو بابا برده تیرون. ایله کو دمکر مرجانی رو، ایله کو دمکر موجگانی رو. سهم همسایگان نیز محفوظ است و به درب منزل آنها برده می شود. برای بیم بابا ده خمسان مرجانی موجگانی سومیرو اینم خمسان بوده روزیه بابا بوده بابا نمک سرو رو کردیم ملاقم نه زیری نگو گردن باید شیره بیه با چه سهمی کنی به برکت کردیم سلام دست در میکنم به برکت داره به برکت داره سلامت خوبه جانه نیست دستان خلمو بله کیوشه چما تو شد که باید بینم بله شکر بدی امروز شو ها بله خیلی شکر دست در نکرد صدشو شیرو سلام آقا دست در نکار بله او با ماشین اسم رو برد خیلی دست در نکار دوشاب کاربرد زیادی در زندگی روستاییان منطقه دارد.
زنان در پخت شیرینی و حلوا در ایام عید از دوشاب بهره میبرند. همچنین برای برطرف کردن زردی نوزادان و بیماری یرقان نیز کاربرد دارند. دامداران برای از بین بردن انگل در رمه خود از دوشاب استفاده می کنند. به همین دلیل دوشاب جایگاه مناسبی در داروخانه های گیاهی پیدا کرده است و مشتری خاص خود را دارد. در گذشته دوشاب از محصولات مهم منطقه بوده و تجارت آن با مناطق اطراف رونق بسیار خوبی داشته است. دوشاب را در خیک‌های محکم بار قاطر می کردند و مراقبت می کردند تا در راه پاره نشود. میگویند چارواداری بار دوشاب داشت و در راه نان خالی می خورد. وسوسه شد که دوشاب را چاشنی نان خود کند. خیک را سوراخ کرد و از دوشاب استفاده کرد. در مقصد که ارباب صاحب بار بود از خیانت چاروادار آگاه می شود و دستور می دهد تا او را فلک کنند. زیر شلاق آه از نهاد مرد بیرون می آید. ارباب بالای سرش حاضر می شود و می پرسد حالا بگو ببینم جان شیرین است یا دوشاب؟ مرد با آه و ناله می گوید ارباب جان که شیرین است اما دوشاب هم شیرین است. ارباب و اطرافیان از این حرف به خنده می افتند و ارباب از سر تقصیر او می گذرند. آقای ولی قنبرزاده از هنرمندان روستای دارباغ فومن است. او هر ساله جشنواری برای دوشاب پزان برگزار می‌کند که روستاییان علاوه بر فروش محصولات خود سایر هنرهای سنتی و بومی خود را به نمایش می‌گذارند و جوانان نیز با بازی‌ها و سرگرمی‌های بومی و محلی گذشته خود آشنا می‌شوند.
در این مراسم شاد و پر انرژی که مردم استقبال خوبی از آن می کنند، از پیشکسوتان روستا نیز تجلیل می شود. این بازنگری پاسداشت هنر و سنت دیرین اجدادشان است. در ضمن با دعوت از مسئولین در این جشنواره، دسترسی مردم نیازمند به آنان نیز سهل و آسان‌تر می‌گردد. با توجه به عصر و زمانی که قرار داریم و بعضی از زندگی‌های ماشینی فاصله‌هایی رو ایجاد کرده، این جشنواره‌ها زمینه‌ای رو ایجاد می‌کنه برای اینکه مردم همدیگر رو ببینن، لباس نو بپوشن، آماده بشن و در این جشن‌ها حاضر بشن و با همدلی و صفایی که بین مردم وجود داره، بسیاری از چیزهایی که ذهن اونها رو درگیر میکنه ازش رهایی پیدا میکنن و محبت و نودوستی مردمی که در این جشن‌ها تبلور داره. ولی خداوند بزرگ در طول سال به ما عیدی میده. ما نمیگیم که با فروختن دوشاب یا ازگیر یا آلوچه یا چیزهایی که بسیار فصلی هستن میتونیم زندگی خود ما را بچرخونیم، ولی میتونیم با این یک بسیار حرکتی انجام بدیم. شغل اصلی ما درسته که کشاورزکاری، چایکاری، کرم ابریشمه، ولی اینا هم یک هدیه، یک عیدیه که خدا به ما میده. در هر فصلی در استان گیلان ما میتونیم بهره مند بشیم. به خدا قسم جلوی این پدران پیر ما، اینهایی که کاپشن پشمی پوشیدن، کلاه پشمی پوشیدن، لله ما باید زانو بزنیم. نمیدونی اینا چه فرهنگی به ما انتقال کردن، چه انتقال دادن به ما.